درود دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ نصب یه ولت دیگه و این ولت اسمش سولفلیر هستش و اینکه این ولت به درد شبکه بلاکچین سولانا میخوره و اگر شما خواسته باشید روی شبکه سولانا فعالیت کنید یا NFT خرید و فروش کنید باید این ولت رو داشته باشید. توی قسمت‌های قبلی ما راجع به ولت متاماسک و اقدامات امنیتی اون کامل توضیح دادیم و حرف زدیم راجبش و اینکه متاماسک به درد دو تا شبکه میخوره، اتریوم و پالیگان. این ولت سولفلیر برای سولانا هستش و زمانی که شما حالا یه NFT بر بخورید که توی شبکه سولانا باشه شما نیاز به این ولت دارید. حالا ما بریم برای نصب سولفلیر. دوستان شما میاید اول سولفلیر رو سرچ میکنید داخل گوگل و بعد از اینکه سرچ کردید صفحه اول خود سایت سولفلیر رو میاره. ما میریم از طریق خود اکستنشن گوگل دانلود میکنیم. بعد گزینه اد تو کروم رو میزنیم و بعد از اینکه اد تو کروم رو زدیم میگه آیا میخواید که این اکستنشن اد بشه؟ میگیم بله و منتظر میمونیم تا دانلود بشه. دوستان بعد از اینکه دانلود شد وارد صفحه میشه و اینکه شما از این پازلی که اینجا وجود داره میتونید روی این گزینه بزنید، پین کنید کیف پول سولفلیر رو. بعد دقیقا همون گزینه‌هایی که ما داخل کیف پول متاماسک داشتیم داخل این کیف پول هم داریم و اینکه این قسمت create a new Solflare wallet هستش. میخوایم اکانت جدید بسازیم یا اینکه نه یه اکانتی شما از قبل ساختید. ما این گزینه رو میزنیم که یه دونه اکانت جدید بسازیم داخل این کیف پول و اینکه این 12 تا کلمه رو به ما میده که معادل رمز شما هستش که با داشتن این 12 کلمه هر کسی یعنی داشته باشه نشون میده که صاحب این ولته. دقیقاً مثل متاماسک و این کلمات شما دوستان توی یه جای امن ذخیره کنید، داخل گوشی یا جایی کپی نکنید یا نندازید. حتما یادداشت کنید و یه جای امنی نگهداری کنید. حالا من اینا رو کپی میکنم یا اینجا رو گزینه دانلود بزنید واسهتون دانلود میکنه. خب بعد این گزینه رو بزنید I save my recovery. بعد باید 12 کلمه رو ما وارد کنیم که وارد میکنیم اینجا. خب مرحله بعدی دوستان از ما پسورد میخواد که ما یه پسورد لوکال میدیدیم روش ست میکنیم. پسورد ما میذاریم. پسوردتون اگر متفاوت باشه به شما یه اروری میده، میگه مچ نیستش و این پسورد لوکاله که شما ست کردید. گزینه بعد رو میزنید و داره میگه که شما اگر گزینه کلید میانبار آلت و شیف و اس رو بزنید شما میتونید دسترسی داشته باشید به اکستنشن سولفلیر و ادامه رو میزنیم و اینکه از این طریق میتونید دسترسی داشته باشید و پین کنید. بعد اینتر سولانا رو ما میزنیم و اینکه بله کیف پول سولفلیر برای ما ساخته شد و اینکه میبینیم دارایی ما اینجا صفره و دقیقا مثل خود کیف پول متاماسک این کیف پول. بعد حالا ما از اینجا میریم باز میکنیم. این گزینه بای که برای کارت‌های بانکی خارجی هستش، گزینه رسیو برای دریافت رمزارزه و گزینه سند برای ارسال کردن رمزارزه و تو این قسمت NFT ها رو به ما نشون میده که حالا فعلا بالا نیاورد هرچند ما NFT هم نداریم. بعد
این قسمت شما میتونید رمز ارز رو تبدیل کنید و این قسمت هم که اکتیویتی شما تراکنش های قبلی شما رو نشون میده که بالفرض شما چه زمانی چه NFT رو گرفتید، با تاریخ و ساعت دقیقش رو به شما میگه، یا چه رمز ارزی رو خریداری کردید. و این قسمت هم تنظیماتشه و این هم از کیف پول دیجیتال سولفلیر که دوستان به هیچ عنوان اون 12 کلمه رو در اختیار کسی قرار ندید و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. موفق و پیروز باشید. به امید دیدار.